لهرم عفرین فروتنا خانین خلکه دزین و تالان کرنا بر همین زیتونان جعالی چکدارن بسر ترکیه و بردوامه. دوی درباره ده مال پر عفرین پوست بلاف کرد که چکدارن جملیس الاحرار الشرقیه خانیه ولاتی کرد محمد عبدی جگنده کفردله که بخواه انهال عفرین دجی به $1700 فروتن. هر وها چکدارن ملیس الجبهه الشامیه خانیه کلطاخا اشرفیه به $1700 فروتن. او خانیه ولاتی کرد اوریا حسن جگنده دارگریه. جعالیه کدنده عربکی هاورده و بخوا اندامک ده شرطه عسکری ده بناوه ابو زید جغوطا شامیه دزی و فیل ولاتیه که کرد بناوه صباح حسین جگنده که فردله کرد و 250,000 لیره سوری جه دزین. دبویاره کدنده دروجا 22 ایلونه دا چکدار نانوسکری 75 دارن زیتونان و 2 دارن گوزه ین ولاتی کرد عمر محمد برین. هر وها هنکس نانوسکری بر همین 40 دارن زیتونان دنوبرا کفرجنه و مشاله دزین و پشتر او دار برین به بستا فروتون ایزنگان. لگنده جوم که جی باغک زیتونان ایوالاتی کرد محمد سیف الدین هات دزین. روژا 23 ایلونه جی لگنده چما به سرنافچه و شرا بر همین زیتونان ایوالاتی کرد صبحی عیده هات دزین. او زیتونین هاتن دزین به تراکتوران بو کامپک هاوردرین عرب لمتینا هاتن وگو هستن. ولاتی کرد صبحی لبا آلیه پیوندیدار گلیک جبو دزینا زیتونان وکر لی او گلی به انجام بو. فیصل المقداد وزیر دربه سوریه را گهان کو ترکیه لهرمین کوج سوریه داگر کریه تاوان شر و ین لدجی مروواهیه کرنه. وزیر سوریه بالکشان کو ترکیه پابندی تگهشتنا اساتنا و سوشیه نبویه و تکس کرد کو او پشگیریا تروریسم دومینه. المقداد خیا کرد کو لهرمین داگر کری ترک سیاست ترک کرنه کوچ برکرنا بدار زوره و دست درجیه لدجی گلین هرمه دکه. هر وها کریارن ترکیه ین جزا کرنا بکومل شرمزار کرد و وفقت کرنا آویج سر پارزگاه حسکه کو بیتری میلیونک نشتجه لپارزگاه دجین. مقداد هر وها هشیاری دا گروپین کو برنامه نوان این جداخواز لبا کرو جهلات سوریه هنه و او کار بخیال دازانین و گل سوریه لدجیوه. آخافتن وزیر درویه رژیم سوریه لپیش 67مین رو رشتنا جواتا گشتی یا نتوین یک بویده لنیویورک بو. سرک وزیر اسرائیل نفتالی بنت داخیانی اکدا که ایران د برنامه چکن اتمی ده همو خط سور در باز کرنه. گوتن سرک وزیر اسرائیل دروجا داوین از 67مین رو نشتنا آستا بلند لپیشیا جواتا گشتی یا نتوین یک بویده بوم. بنت ایران به پشتیگیری کرنا هیزن که دخوازن اسرائیل جناب ببن توان بار کرد و دست نشان کرد که او دبکار آنین چکن اتمی ده حول ده لحریم سردست به. سرک وزیر د آخافتنا خواه یا یکمین آل جواتا گشتی یا نتوین یک بویده گود برنامه چکن اتمی یا ایران د قناخا که خراب دایه همو خط سور در باز کرنه. بینید درباره کنفرانس سالانه یا دربند جی پیوی و او کنفرانس کل سر نجات پرستی یا لدجی اسرائیل و گلی جهو نرو خوند. ایرو لباجار گوتنبرگ لولات سوید لانجاما تقینک بهیز لکمالگه کنشت جهبونه 25 کس بریندار بون. بووه مبسته 15 تیمن هاوارچونه لجه بویر کم بون داکو برینداران رزگار بکن. پشتی تقینه آگر به بشکی کمالگه کد و او کسین هاتن رزگار کرن بو نخوشخانهان هاتن بگو هستن. تانهاجی صدمن تقینه نخویایه. تیمن آگر کوجه دبیجن بورین گازه دوی آواهی دنینن. جبرویجی هین صدمن به تقینه نزلالن.